سلام بچه، چه خبر؟ اسم من اشکانه و به چنل خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. داخل این ویدیو یک گیم پلی و یک نقد و بررسی از یک بازی جدید که معمولا هممونم میشناسیمش دیگه و میدونیم چه گیمیه، همون کانتر خودمونه که به اصطلاح دوباره یه مورد جدیدش رو ساختن واسه موبایل. البته کانتر نیست، این یکی مثل کانتره و این هم از گیم پلیشه. و چیزی که من برداشت کردم به نظرم دوش بهتر بود سری دومش و زیاد با سری سهش حال نکردم. حتی سری اولش هم خیلی بهتر بود تا سری سومش. فقط یه ذره کیفیت گرافیکش رفته بود بالا و یعنی چیز خاصی نداشت و آنلاین شده بود. این موضوعی بود که حالا کانتر 3 نیروهای ویژه 3 در واقع گذاشته بودن روی بازیشون و این بازی حدود 900 مگابایت یا 1 گیگابایت حدودا میشه و تقریبا پرحجمه، ولی خب لگایناش کمه و کیفیتش هم اوکیه. فقط یه کمی یه حالی تفنگا میگیره خیلی من باش حال نمی کنم و با دوش بهتر حال میکردم و اینکه خیلی دوش به نظرم بهتر بود. حالا نظر شما چیه؟ شما اگه خواستید میتونید این بازی ها از مرکزهای دانلود بازی و برنامه دانلود کنید. من خودم از مایکت دانلود کردم بازی رو و من قبلش نسخه بتاشو دانلود کرده بودم و زیاد تغییری نداشت. حالا نسخه فکر کنم این نسخه رسمیش باشه و که اومده و حالا شما میتونید بازی کنید. اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید، واسم کامنت بذارید و اینکه سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من با خبر بشید و اینکه منو به دوستاتون معرفی کنید. این حمایت خیلی بزرگی میتونه باشه که میتونید برای من انجام بدین. و مورد بعدی این که گیمایی که دوست دارید گیم پلیشو واسهتون بذارم و حالا نقد و بررسی و ایناشو داشته باشین، واسم تو کامنت ها بنویسید. حتما کامنت ها رو میخونم همشو. و آره دیگه، اینم از ریلود شاتگانش که دوربینم گذاشته واسش. و آره خلاصه اینم از این یه مود معمولیشه که من گذاشتم واسهتون و همین دیگه. لایک و کامنت حساب یادتون نره، زنگوله رو بزنید و من رو به دوستاتون معرفی کنن. زیاد طول نمیکشه و زحمت بزرگی میکشید. آره خلاصه دیگه زیاد حرف نمیزنم، بقیه گیم پلی رو ببینید، لذت ببرید و اگه دوست داشتید برید و نصب کنید و همین دیگه. فعلا